چیکار هر روز ادارخوره داولیم بالان شده که نمیدونم بالان می پاس می چیکار بخیر تمام شد دورویه این دوماد نشد یا در دستش یا بالا شد این بچه موشی میگیرم خونه میگیرم نه موشی نه خونه هیچ درگه این دختر ما فریب کردن عاده کردن یا نه حاضر ما تلفن میکنیم که تیز دختر ما تلفن کنم ادی بابا الو ادی بابا اتفاق آچه در کار بیو نمی تیز اینجا بیو یه دولینی هم بلند و خیان تیز رسیده بیو تیز بیو ها برای خواهرت ها این بچه نمیدونم چه خیلی افریب کرد آلده کرد دوی خواهرت با فکرم همی خیل بیو اینجا تیز بیو تو تلفن کن تو میتونی گاز دقتی باید اما قوت ندارم دیگه بیو تیز بیو با کدش چک چک میکنیم ها بیو تیز بیو من تمام دور دیگه چیکار کنم به دورو مگرم من تل مول خورم داولینیم بالا یه درش از پتروس بوده زه بیزاست ما تروس خوری از شوری خوری تافی خوری اینش تاق اینش تروس یه درش راده اوف کی با کی بوده تو خیلیه کی بیا عادی باد بیا کم در گاز بیا دیلا میکاپ از زیپیه بیا با موچی میکنیم بیا در آخی خونه در ما کم در قطی تو گاز پالتو تو کشی چی نمیدونی آخه من کی بدیدم ما گویم آخی نمیدونم چی من چیکار کنم نمیدونم آخه همه خواهرت گو خواهرت آخه همون بچه هیچی نداره با خودم که راست میگم هیچی نداره و گفتیم که اقلا یه موشی خم هیچی نداره کم باشین و کم بخل و کم بخل باشد نکسی میگم نمیتیم و خیلی نخود که قدر قیمتی ما دایم دختری ما دایم موشی نرزد و این چیکار بخیه مرده کلام کردم الله گفته با این خواهرت نمیقه گانده کلام شده که بود که آخه من از زو کشیدم این که نخوا همین خیلی برو متیم اول موشین گیرد بیارد مایلش میتیم دختر ما نبیارد موشی 4 دراز قبله انا ری کلام تلفنتی نشه جون من دیر گازم محمدیار گو نماشم رسیدگی بیا گو محمدیار میدونی کو هوای دیگه نشده تست کن تست بیا گو تست گو عصبی نشدم چه و چه عصبی نمیشم تا هر شما خام بدیسه اوها تلفن بو گاز الو السلام محمدیار شما در کجا آنها فهمو بعد 10 دقیقه خونه ما حاضر شدیم تز تموم مشکل ها عصبی نشم واسه حال میشه عصبی نشه چه عصبی نمیشم آخی دخترتونو به موشی نمیبرم من موشی کتی میبرم موشی کتی میبیارم گفت نفهمیدم دیمی این تبجب دیده آشخونه بودی نفهمیدی انا می قواعده دادو هیچی رفت نیستو نه موشی نه خودش من نمیتونم من دختر نمیتونم جندیم که دختر نمیتونم دیوانه نشده مولی یک دختری کلون آزادی خوشوره میدادم یک هیچی نه خونه دارد نه موشین دارد هیچی ندارد ماشینی به چی بالای باید بچه؟ اومد بیا هر دو مره بیا خیلی گوکی کی در کشوکن محمدی رو میگو آمدی علیکم درو خبیو سلام درو اینجا بیا درو موشی وعده کرده بود همین نبود آخه ما دختر بساییم نداره فهمیدی می؟ تو گوش کن تو نغز گوش کن گپی مونه خیلی موشی تو خونه داری؟ نداری موشی داری پول نداری هیچ بلا نداری داملینی کرده تو وعده داد که موشی میگیرم بعد دختر تو رو میگیرم گفت این دختر باور کرد خواهرت فهمیدی؟ شابروز گیری ها؟ شابروز گیره؟ خدا گشته من باید دختر مرده کلام کرده پیش کن یک دفعه موشیره پیش کن
یه بار صورت در جا نبینم خمیره خواهی بچاره مرا اخفاق کرده ای قدمو تمیش کنم فهمیدی چه جا دیگه اومد برا سر زنه خلاشا میکنم قطعا میشین کشا کردم مثل دمو فهمیدی گپ‌هایتان تمام شد؟ تمام یک لحظه اینجا بیاید. چی جو بیه شما برای همه خیلی ماشین زندگی کردن نتوانید. کدوم ماشین؟ انا ما نتونست تو که وعده دادی با امید کردی دختره نه دختره چه مال کسال کرد ماشین خریدی انا دختر شما بیان این ماشین زندگی کردن نتوانید. لیکن من به یک گوده زندگی کردن میتونم. به یک گوده؟ خیلی استو نخود کی عمری من به تو خزان گردد نخود کی روزی تو یاد اشکی چشمانم نخود کی روزی تو یاد اشکی چشمانم روان گردد نخود کی